سلام، تشکر به شما برای تماشای برنامه ما و تشکر به والدانتان که عالم اینترنت را و سوادناکی اینترنت را آموخته ایستادند. در اینترنت بسیار شبکه‌های اجتماعی موجودند. معروفترین در تاجیکستان ادناکلاسنیکی، فیسبوک، وکانتاکتی، اینستاگرام، تیک توک، لایک و بسیار دیگران می باشند. همسالان من وقتی بیشتر را در شبکه‌های اجتماعی جوانان می‌گذرانند، اما والدان ما علاقه در فیسبوک یا وکانتاکتی هستند. همه شبکه‌های اجتماعی از همدیگر فرق می‌کنند. طرز کار شبکه‌های اجتماعی به نظر مانند، اما مندرجه و شماره خوانندگان گوناگون است. امروز برای والدان ما من پیشنهاد می‌کنم که با عالم فیسبوک وارد شویم. من به شما تعلیم نمی‌دهم که چگونه از مرحله‌های ثبت نام در شبکه‌های اجتماعی گذریم یا درباره چگونه آبونه شدن به خبرهای گروه علاید صحبت کنیم. در فیسبوک گروه‌های زیادی منفعت‌دار موجودند. مثال گروه‌های مخلصان کتاب، ورزش، فیلم‌ها. بیاید کوشش کنیم که گروه‌ها را پیدا کنیم. در بالای صفحه فیسبوک ستون با کلمه جستجو و تصویر شیشه لوبه موجود است. ما نام گروه را می‌نویسیم. علاقه از کلمه‌های سیوم، سیستم جستجو به شما نام پوره گروه را با رسم می‌دهد. آگاه باشید که هنگام جستجوی گروه‌ها با نام‌ها یا کلمه‌های شبیه نیز می‌توانند پیدا شوند. شما باید حتما این گروه را با دقت از نظر گذرانید. نشریه‌ها را خوانید. با قاعده‌های گروه شناس شوید و تنها بعد با گروه همراه شوید. مثلا شما گروه توجه خود را پیدا کردید، دکمه پسند را کلیک کنید. حالا شما آبونه شده اید و همه خبرهای این گروه در لینک شما پیدا می شود. اگر شما خواهید که در صفحه یگان شخصی مشهور آبونه شوید، پس نسب و نام او را در محرک جستجو نویسید و پس از رفتن به صفحه او دکمه آبونه را کلیک کنید. پیش از آبونه شدن احتیاط باشید. هر یک لایک و شرح شما می تواند برای شما مشکلات گردد. ببینید که دوستان شما به چی آبونه شدند و تنها پس از آن آبونه شوید.